لا اله الا الله کلید جنت است برادرای عزیز. هر کسی اهل لا اله الا الله است الکی در همین دنیا در دستش کلید جنت داره. دلش پر که کی رفتم در جنت باز بکنم و میدرو میرم. در حدیث اومده است از معاذ ابن جبل رضی الله عنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت مفاتح الجنت قول لا اله الا الله، کلیدهای جنت انمی گفتن لا اله الا الله است. اما باز تاکید میکنم معنای این سخن اون است که هر کسی دروغکی هم لا اله الا الله محمد رسول الله بگه در صورتی که عمل نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، دعوا کنه که من کلید جنت دارم، روش سیاه میکنم. بار حضرت وهب ابن منبه در نزد مردم موعظه میکرد درباره اعمال اسلامی، عملها، حکم عملها. بعد مردم تحذیر کرد که هشتونه در سر تو بگیره، غضب خدا را نیاره. هر کسی نماز خدا را نمیخونه، روزه خدا را نمیگیره، زکات مال را نمیپردازه، او بدبخت البته به غضب خدا گرفتار میشود، او از جنت خدا محروم میماند. یک شخص گفت یا وهب الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ ای وهب گفت تو ما را چی قم ترسانی؟ آیا لا اله الا الله کلید جنت نیست؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفت که لا اله الا الله کلید جنت است؟ من در کیسم کلید دارم، تو ما را چی میترسونی؟ حضرت گفت بلا ولکن لیس مفتاح الا وله اسنان. گفت بله لا اله الا الله کلید جنت است، نه که خاک در سرت یگان کلید دیدی که دندانه نداشته باشه، کلید دندانه داره. فاذا جئت بمفتاح له اسنان فتح لك و الا لم یفتح لك. اگر کلید گرفتی آوردی، کلید در شکافی در قلفی در تغری گرفته، در باز کرد، دندانهاش موافق باشه بعد در برود باز میشود. نه که کلید داشته باشه و دندانه نداشته باشه، یا دندانهاش موافقت نکنه هیچ وقت در روی تو باز نمیشود. انا که دندانه های همون کلید 5 وقت نماز خواندن است، زکات مال دادن است، روزه ماه شریف رمضان داشتن است و برای کسایی که قدرت استطاعت دارن طواف خانه خدا را انجام دادن است که انشاءالله اینها موضوع های صحبت آینده ما می شوند. مفصل انشاءالله هر هفته در یک موضوع با شما صحبت خواهیم داشت. و آخر دعوانا امام غزالی درباره خاموشی گپ میزند، میگه گوش کنه بچه‌ها. ببینید اصلا همه کلام سخن 4 نوع می شود. یکم کلامی که مطلق زیان داره، سر تا پا همه زیان است، مثلا غیبت، مثلا دروغ. این کلامی هست که سر تا پا همه زیان است، همه در جان صاحبش جور است. دوم کلامی که سر تا پا همه ثواب است، خیر است، امری به معروف و نهی از منکر، ذکر خدای عزوجل. سوم کلامی که هم سود دارد هم زیان، هم فایده دارد هم نقصان. چهارم کلامی که نه سود داره و نه زیان، نه فایده داره و نه نقصان. بعد میگه او کلامی که سر تا پا هم زیان است، از او اجتناب ورزیدن مسلمان واجبه. میخواهی که جان در عذاب نباشه، باید از سخنی که همش زیان است زبان تا باز بداری، خاموش باشی. خاموش ایستادن واجب است. کلامی که هم فایده دارد هم ضرر، البته که ضررش ای فایدهش زیاد است، از اما خاطر بهترش که او کلام نگوی. در کلامی که هم فایده داره و هم ضرر، بهترش او را نگوی. سوم کلامی که نه فایده داره و نه ضرر، این گپی لغو و بیهوده ای، گپی بی معنی ای، عمر ضایع ساختن ای، پس باید ایش هم نگوی. چیمون؟ کلامی که فقط فایده داره. یعنی که اگر سخن کلام با 4 حصه تقسیم شود، 3 حصهش ممنوع ای، 1 حصهش اجازت. میفهمید؟ یعنی که باید از گفتن دیده بیشتر بشنویم،
خاموشی را بیشتر اختیار کنیم. شخص میگه بچین شد پیش شیخ مرد هوشیار که ما رو از حقیقت کن خبردار. بچین شد پیش شیخ مرد هوشیار که ما رو از حقیقت کن خبردار. جوابش داد آن پیری طریقت که 10 جزو است در معنی حقیقت. پیش یک شیخ می روه یک مرد که حقیقت برام بیان کن. گفت حقیقت از 10 قسم عبارت است. بگویم تا اگر نیکو نیوشی، یکی کم گفتن است 9 خموشی. اگر گپ ما گوش کنی و قبول کنی، همو حقیقتی که تو میپرسی از 10 یک حصهش کم گپ زدن است، 9 حصهش خاموشی. زی خاموشی است در دست شهان باز، که بلبل در قفس نالد زی آواز. باز شهباز که خاموش است در بالای دست پاچه ها میگرده. پاچه که شکار برمد شهباز در بالای دستش گرفته میگردونه. اما بلبل بیچاره که ای شهباز در خشرو ای دسته همو آواز شو ای دسته همو چه شو، دایم بیچاره در دوری قفس ای. از همین خاطر بیشتر شخص باید کوشش کنه که خاموش باشه. از حضرت سلیمان ابن داود علیه السلام روایت میکنن، حضرت سلیمان که گفته است این کان من فضة کلامک یا نفس فالسکوت من ذهب. اگر سخن تو ای مرد مثل نقره خام هم که باشه، مثل نقره درخشان قیمت بها هم که باشه، سکوت طلا است، خاموش ایستادن طلا است. آداب انمی خاموش ایستادن باید یاد بگیریم. بعضی برادر سوال میکنه در تلفن، با برابرت گپ زده است. یه بچه حالی هم سوال تمام نشده است، تمام شده است. او تمام شده است دم تبگی یادم خب بیست اگره من همیتره بفهمونم جواب شد. او تو برابری من گپ زده استی ای کجا دیگه من خشم میته که جواب بیتره بتم. سوالا که کردی باید خاموش بستی که جوابش چی میشود. و احمق ترین احمق ها کسی است که با دبین سخن میدوه، صبر نمیکنه تا آخر سخن گوش کنه، دبین سخن میدوه. یک روز در یاوان مهمان شدیم. یک برادر حاجی بحردینی برادر مدعوت مکرده بود، یک معرکه بود. یک برادر حاجی خدا عمرش دراز کنه نامش نمیگیرم، سال 2006 همراه مو در حج بود. ملاهای از همی دهنی در ایستاده است، افتمد واری سوال میته. با یک سوالایی که بسیار سوالهای فراگیر مفهوم عمیق داشته. ایمان چیست؟ اسلام چیست؟ عقل بالا است یا علم؟ این تری سوالا ببینید. با همین نویتشن سر کرده که سوال دیم شمیتا اوشا دالی خلاص نکرده که سوال سیم. ای مردک تو کلای گندش خورده ایقا چق داری، یک دم صبر که اوخه این سوالای تو میتی هر کدام این چند ساعت وقت طلب داره. تو لو اقل مان که همین به طریق مختصر برات بیانش کنن. نشانه حماقت انسان وقت ظاهر میگرده که طاقت نداشته باشه، صبر نداشته باشه که یک شخص سخن کلامش خلاص کنه و در بین گپ بدوه. حضرت شیخ سعدی فرموده است سخن را سر است ای خیرتمند بون، نیاور سخن در میانی سخن. گپ اول داره و آخر داره، در میانی گپ ندو. سخن را سر است ای خیرتمند بون، نیاور سخن در میان سخن. خداوندی تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. آدمی به عقل و به تدبیر تا طرف مقابل خاموش نایستد سخن نمیگه. حقیقتا بعضی طرف مقابل است که جونمر نه نقطه داره نه ویرگل، همین تر رس کرده گفتن میگیره. اما به هر حال و وجه اندک صبر کردن در کن. همین یکان جو اندک دکه خورد پیش پای خورد بعد گپ تا بگو، در بین گپش ندو. این از روی آداب و از روی عقل نیست.
اصلا چرا درباره سخن قدر زیاد میگیم؟ زیرا سخن بسیار مهم است. بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. سخن ار جان نبود مرده چرا خاموش است؟ این سخن که جان نباشه مرده برای چی گپ نمیزنه؟ انسان با سخنش دانسته می شود. کمال عقل انسان یا بی عقلی انسان با سخن گفتنش دانسته می شود. حضرت میرزا صاحب تبریزی بسیار شاعری با قوت، یک عالم شرعی هم بود، گفته است در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. جاهل مرد وقتی که سخن اثر کرد میفهمی کیه. همین تیر اگر کجله باشه و از کمان زدیش بعد معلوم میشه که چی به دستی. حضرت بیدل فکر میرزا صاحب اندکیگه تقویه داد، با زیباتر کرده گفت در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود یا بی‌تمیزی های مردم از سخن پیدا شود، پیسته بی مغز اگر لب واکند رسوا شود. از همین خاطر بهترش خاموش باشی، بسیار گپ نزنی. شیخ سعدی روایت میکند که یک مرد فرزندش برد پیش عالما، تعلیم علم داد، صاحب علم شد، اما جوانی به تجربه بود. حالی در معرکه میآید عالما گپ میزنند، این خاموش است. یک روز در خانه مزاحمتش کرد که پسر جان آخه ترم علم خوندی، همون چیزای خوندگی تا کم کم بگو، این مردم بفهمن که ترم میدونی. گفت پدر جان من میترسم که با یگان سوال میتن که نمیدونم، شرمنده میشم. از او بهتر نیست که خاموش بیستم. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش. نه گوید لبیب خوانندش، زیشت گوید سفه دانندش. مرد در زیر زبانش نهفته. یک روایت، یک خبر حضرت علی رسید است که گفت المرء مخبوء تحت لسانه، مرد پنهان است، پوشیده است در پشت زبانش، در زیر زبانش. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش. نه گوید لبیب خوانندش. گپی خوب که گفت میگن این مدام به عقل بدست، دانشمند بدست. زیشت گوید سفه خوانندش. نگه اگر گپای احمقانه گفت، گپای بی‌تمیزی گفت، بی معنی گفت، در اون صورت میگن این احمق بدست، این بی عقل بی فراست بدست. همین خاموشی بخود یک شوکت داره، یک شکوه داره. دیده ای که اگر یک جو اگر